در دین اسلام به خواص سنگ‌های قیمتی انگشتری مانند فیروزه، شرف الشمس و یاقوت اشاره شده است و با گفته امامان و پیامبران این سنگ‌ها موجب افزایش رزق و روزی می‌شوند. سنگ فیروزه اولین هدیه‌ای بود که خداوند از طریق جبرئیل به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا داد. در فرهنگ ما انگشترهایی که پیشینه مذهبی دارند جایگاه ویژه‌ای دارد و احادیث زیادی درباره خواص سنگ و انگشترهای عقیق و فیروزه و غیره وجود دارد که در این پادکست به آن می‌پردازیم. سلام، به پادکست دیگر از کانال علمدار خوش آمدید. در این پادکست قرار است راجع به خواص سنگ فیروزه با هم صحبت کنیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خدا فرموده است من شرم دارم از دستی که به سمت من به دعا بلند می شود و در آن انگشتر فیروزه است که آن را ناامید برگردانم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس در دستش انگشتر فیروزه باشد آن دست فقیر نخواهد شد. شخصی به نزد امام رضا علیه السلام آمد و از ایشان به خاطر نداشتن فرزند شکایت کرد. امام رضا علیه السلام فرمودند انگشتری از فیروزه بگیر و روی فیروزه آن این جمله را حک کن: رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. آداب انگشتر فیروزه در روایات اسلامی: فقر را دور می‌گرداند و سبب بی‌نیازی افراد می‌شود. برای فرزند آوری مؤثر است. در استجابت دعا تاثیرگذار است. سبب فتح و پیروزی می‌شود. دردها را از دیدگان دور می‌کند. گشایش دهنده سینه است. سبب زیاد شدن قوت دل می‌شود. حاجات را برآورده می‌سازد. برای تقویت چشم و درمان بیماری‌های چشمی فیروزه را روی چشم بگذارید و یا به آن نگاه کنید و یا از آن فیروزه برای تهیه سرمه استفاده نمایید. بهتر است کسانی که در شب دید خود را از دست می‌دهند از سرمه سنگ فیروزه استفاده نمایند. برای درمان گلودرد بهتر است فیروزه را بر روی چاکرای گلو بگذارید. همچنین این کار سبب تقویت تارهای صوتی، درمان بیماری‌های ریوی و تنفسی نیز خواهد شد. در گذشته برای درمان بیماری‌های شکمی، فیروزه را به صورت پودر در می‌آوردند و به مریضی که از درد شکم رنج می‌برد می‌خوراندند. فیروزه افسردگی‌های روحی و روانی را نیز درمان می‌کند و برای آرام کردن بیماران عصبی مؤثر است و اضطراب را از بیماران دور می‌کند. سنگ فیروزه باعث ایجاد نشاط و شادی در افراد افسرده میشه و به آنها نیروی کافی برای انجام کارهای سخت را میده. برای افزایش اعتماد به نفس هم بسیار زیاد مفید است و جرأت بیان استدلالات را در انسانها افزایش میده. نیروی مثبت را زیاد میکنه و از شر انرژی‌های منفی و مضر افراد را به دور میداره و همچنین از شر دیدن کابوس نجات میده. از خواص درمانی فیروزه برای گزش حشرات استفاده می شود. این سنگ ما را در برابر حوادث و بلایا محافظت می کند. برای آسان شدن کارها و رونق در کسب و کار از این سنگ استفاده نمایید. نیروهای مغناطیسی موجود در فیروزه سبب آرامش و بیدار شدن نیروهای درونی می گردد. این سنگ در زمان مسافرت از شخص حمایت می کند. بعد از دیدن ماه نو به سنگ فیروزه بنگرید تا برکت و دولت به زندگیتان وارد شود. سنگ فیروزه برای زن باردار مفید و محافظ است. در انسان احساس محبت، عشق، علم و هنر ایجاد می کند. یکی از خادمان امام هادی علیه السلام زمانی که قصد زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را کرد و میخواست به شهر طوس برود، برای کسب اجازه نزد ایشان رفت. حضرت به او فرمودند انگشتری با نگین عقیق زرد به همراه داشته باش که بر روی آن حک شده باشد ماشاءالله لا قوة الا بالله استغفر الله و بر آن سوی نگین محمد و علی حک کن.
خادم میگوید از نزد امام بیرون شدم و انگشتری را طبق دستور امام تهیه کردم و مجدداً برای خداحافظی به حضور امام رفتم. فرمودند انگشتری دیگر با نگین سنگ فیروزه باید همراهت نمایی که در بین طوس و نیشابور شیری با تو روبرو می شود و قافله را از راه رفتن باز می دارد. به سوی آن شیر رفته و انگشتر را نشانش می دهی و او بگو مولای من می گوید از راه کنار برو. بعد اضافه کرد باید نقش روی انگشتر الملک الله و سمت دیگر آن الملک الله الواحد القهار باشد که انگشتر حضرت علی علیه السلام این نقش را داشته است که آن سپری در برابر دارندگان و عامل پیروزی در جنگ هاست. فیروزه نیشابور که بیشترین نوع و گرانترین سنگ است و در خراسان یکی از معروفترین معادن فیروزه در دنیا قرار گرفته و به همین علت این استان مرکز تراش و معاملات عمده فیروزه در جهان است. فیروزه استخراج شده از معادن را در مشهد تراش می دهند و از آنجا به دیگر بازارهای جهانی وارد می کنند. فیروزه از انواع سنگ‌های آذرین است و دارای درجه سختی 6 می باشد و می تواند شیشه را ببرد و در رنگ‌های آبی، سبز و سفید وجود دارد. سنگ فیروزه در اثر حرارت آب خود را از دست داده و تغییر رنگ می دهد و رنگ آن سیاه و تیره می شود. سنگ فیروزه دو نوع دارد. نوع مشرقی که رنگ آن هیچ زمان خراب نمی شود و فیروزه مغربی که بون نام دارد و رنگ آن به مرور زمان تغییر کرده و به علت وجود فسفات در آن تبدیل به سبز می گردد. در گذشته هر کس که فیروزه در دست داشت بر دیگران پیروز می شد. از همین روی به فیروزه پیروزه می گفتند که بعدها تبدیل شد به نام فیروزه. فیروزه دامغان از کیفیت کمتری برخوردار است و در تماس با مواد شیمیایی و آرایشی رنگ و جلای خود تغییر میده. بنابراین زمانی که فیروزه در دست دارید و قرار است از مواد آرایشی و یا شیمیایی استفاده کنین، او را از دست بیرون کنین. چنانچه فیروزه رنگ و یا جلای خود را از دست بده و یا خرد بشه، نیروی خود را برای انسان از دست میده. در چنین شرایطی او را در زیر خاک قرار بدین تا استراحت کنه. از اینکه امروز هم با کانال علمدار همراه بودید از شما سپاسگزاریم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. پیروز و سرفراز باشید.